کل کائنات یه بازاره. کل این کائنات یه بازاره. باید چیزی داشته باشی که چیزی به دست بیاری. آره. بی خودی نمیتونی چیزی به دست بیاری. یعنی باید از خودت مایه بگذاری. حالا در این بازار کائنات سکه های بسیار هست. نقد، همون سکه نقد هست. حکیم هست، فیلسوف هست، عالم هست، مورخ هست، حتی پیغمبران هستن، هم هستن. اما یه دونه سکه هست که هیچ سکه‌ای به اون نمیرسه. در بازار کائنات همه چی که شما میبینی اینا خالص نیست. یعنی عالم عالمه اما علمش همچین خالص نیست. یه چیز قاطی داره. فیلسوف فیلسوفه ولی خالص نیست. پیغمبره ولی کامل اکمل نیست. کامل هست اکمل نیست. توجه کن. انبیا هم تفاوت درجه دارن دیگه. تفاوت درجه دارن. اصلا چیز خالص در این عالم، در یک کلمه من به شما میگم آقای لاریجانی، در این عالم چیز خالص نیست. خالص در این عالم نیست. چون همه این موجودات مرکبن. حالا شما بگی که همه موجودات مرکبن، یه بساطی هم داریم. عناصر اولیه که مرکب نیستن. بله. امروز الان در فیزیک شما بریم میرسن به عناصر اولیه. عناصر اولیه هم حالا ثابت شد که اونها مرکبن دوباره از چیزای دیگه، از عناصر ریزتر. هنوز به اون عنصری که از هیچی ترکیب نشده باشه نرسیدیم. ممکنه شما نتونی به عناصر بسیط‌تر برسی، ولی اگر یه قدر بیشتر بری ممکنه باز با عناصر دیگه قابل تقسیم باشه. یه چیزی که خالص باشه که هیچ قاطی، حداقل هر عنصری پیدا کنیم در یه فضایی است، در یه مکانی است، یه مکان و زمان قاطیش هست دیگه. خارج از زمان و مکان که نیستی که، همون قاطیه. خالص چیه که هیچ قاطی نداشته باشه؟ به من بگو در هستی. نه. نداری؟ نه دیگه. اصلا خود هستی. حتی مجردات خالص نیستن. یعنی چرا؟ چون حد دارن. حد موجود مجرد نامحدوده یا محدوده؟ محدوده. حتی عقل اول. بله. حتی فرشتگان محدودن. محدودیت یعنی اون حد قاطیش میشه. خالص یعنی هیچ حدم نداشته باشه. قاطی پاتی نداشته باشه. ترکیب توش نباشه. اتفاقا حکما میگن که ترکیب وجود و ماهیت شر التراکیبه. یعنی بدترین نوع ترکیبه. این مرکبات این عالم از عناصر و اجزا ترکیب شدن. جماد، نبات، حیوان، این همه مرکباتن، عناصر دارن دیگه. از خود انسان، خود نبات، خود آب از اجزا ترکیب شده. اکسیژن، هیدروژن، هر چیزی، آتش، عناصر داره. مجردات عناصر مادی ندارن اما وجود و ماهیت دارن. هر موجود مجرد ماهیت داره یا نداره؟ بله. ماهیت یعنی حدش. پس از وجودش و حدش ترکیب شده. یه وجودی داره، یه حدی. اون حد جزء وجودشه، یعنی ترکیب. اینو میگن که وجود، ترکیب ماهیت و وجود. ترکیب وجود و ماهیت حکمای ما میگن شر التراکیبه. این بدترین ترکیبه. اینو همه ترکیبا از اونجا سرچشمه میگیره. از این جهت حد علمی یا عین ثابتشون هم. عین ثابتشون هم حد داره. میگن که این تمام مرکبات دیگه از این ناشی میشه. اگر چنانچه حد نداشت ترکیبات دیگه درش نمی آمد. چون حد دارد ترکیبات دیگه درش میاد. این از این جهت میگن شر التراکیبه. پس چی حد نداره اصلا؟ چی ترکیب نداره اصلا؟ چی خالص چیه؟ حضرت حق. خود حق تبارک و تعالی. حد نداره، جز نداره، عنصر نداره، ترکیب نداره. حتی حد ندارد که ترکیب داشته باشد. مرکب نیست. بسیطه. خالصه. حق تبارک و تعالی خالص محض.